السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان و برادران بوریز، مظلومان، پدر و مادر، خواهر و برادر. خب تو برآمدن برادرمون کیف شد که چی داشته باشن یا مشکلی داشته باشن تکنیکی، تا وقت ان شاء الله وقتمون زیاد نمیگیریم، یا 5 دقیقه شاید صحبت کنیم. بازم گفتنیم مینداری خدمت رسوندنیم به همه برادرایی که به همه هموطنانی که دیروز سهم خودشون گذروندن در تظاهرات و اگر شما داشته باشین یک چند روز پیش ای تظاهرات وقتی که در هر دولت نفرا پیدا شدن و گفتن که در نزد امی سازمانایی که هستن تشکیل کننده یعنی مسئولینا بودن در هر دولت اگر شما داشته باشین در شهر مسکو یکی از برادرای مبارز در همینجا سخن کردن و گفتن که البته که وضعیت روسیه را میدونیم که مردم اینجا در کدام حالت قرار دارن و او برادر ما گفتن که سخت‌ترین و جایی که مقصد مردم زیاد زیر ترسن در کجا در روسیه، یعنی که چه روسیه چه دوشنبه تاجیکستان قریب اینو یگن وضعیتشون و دستی مقامات مقصد تاجیک هم در اونجا خیلی درازن میدونین. نه اون دراز بود تا اون وقتی را که تا بگیم که 1 سال پیش وقتی که ما اثبات کرده تونستیم که مقصد ما فقط آزاداندیشو هستیم و میدونیم که دیگه نفرای ما میگن که از طرف تاجیکستان روان کرده نشدن و یکی از برادرای مبارز ما شما را چیکار کرد؟ برآمد در همینجا سخن کرد، گفت که من نفری میشم که نزدیمو بینای اتحادیه اروپا میرم و من دعوت میکنم میتونین که بیاین در اطراف ما جمع شین و در همونجا تظاهرات کنیم. و برادرمون هم در سخن خودش ایستاد، نوارش هست، رسمش هست، همه هست. بله و وقتی که میقرا تمام میکنن اومدن از طرف کارگرای پلیس و برادر ما را گرفتن بردن و محکم هم بود. برادر از هم داخلم با رسم داره، با از داخلم نوار کردگی و صداش به شما رسوندگی. الله را شکر که همین روز برادر ما آزاد شد. چخلی که ما شما را گفتیم یگان جای ترس نیست، شما را کسی انشالله که چی نمیکنه طرف تاجیکستان روان نمیکنه. این برادرم بازم اثبات کرد و حاضری برادرمون ما جا به جا کردیم با یک جای امن‌تر برسونیمش، جاش عوض کنیم انشالله و فردا یا پس فردا یک وقتی مناسب ما جدا میکنیم. برادرمون میبره اول نوار میمونیم، شما هر کدام نواری را ببینید که بازم اثبات کنیم که در گپ خودش ایستاد او برادر و رفت در همون جای گفتگیش گذرون، سخنش زد، پلاکتایی که بود او پلاکتور هم همه چیزا و دستگیر کردن که بردمش در او جمع ای گپش نگشت. خب علیکم سلام و رحمت الله. بله برادر چیزی که از پیشنهاد میشه همه اینا شما میبینید. سلامت باشید. و چطوری که برادرمون سخن کردن در سخنشون ایستادن، حتی من گفتگیش بودم با او برادر که بله خب یک شما برادرای هستین که مقصد برای بعضن کارهای ما باید شما چهرهاتون نشون ندین. داره ما بعضن برادرایی که باید چهرهاشون نشون ندن، لیکن به خاطری که او دید که یگان کس طرف مسکو را چی نکرد به کلا نگرفت و برادر خودش برآمد چیکار کرد؟ سخن کرد و گفت که من در گپ نیستم. شما خوب میشناسین برادر. این همین فردا یا پس فردا او برادرمون انشالله که ساعتش ما معین میکنیم، اول نوارش به شما پیشنهاد میکنیم ببینین رسمش و بعد پس ایو رسمایی که در داخل همون چیه پلیس در پنجره او رسمش هست با از همونجا نوار کردگی اون نوارش هم هست، همه اینو را پیشکش شما میکنیم و میبره به شما با مسئله خودش همش صحبت میکنه و انشالله که شما با او سوال جواب میکنین و این برادری ما این حرکتی ما بازم اثبات کرد که چیه همه ما آزادی خواهیم، نه اون جرمی که از طرف رژیم میزنن ما شما را. خب تشکر با همتون برادر سکای فورس اگر اینجا باشه صحبت خودتون به مردم دوام بدین. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر حسین. تشکر. نه صحبت ما تموم کردم، میخوام یک چیزی را با مردم خاطر رسون کنیم که تظاهراتی که دین ما داشتیم در هر دولتایی که بود این خاتمه نیست، این خاتمه نیست، این اول هم نیست، این آخر هم نیست، این کاری بود که ادامه میدادیم و انشالله که امروز تقریبا بغیر از اون تظاهراتی که در هر دولت داشتیم مردم سرجم بدن، ما تقریبا اگر خطا نکنیم تا 110 نوار دیگه از مردم جمع شده در ما. مردم هر مقصد چقدر که سخنای خودشون گفتگیان و او اعتراضایی که کردگیان در یک جایی که 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، همین نوارات تا 100 زیادترن، از 100 تا 110 همین قدرن و تا این روز هم داره اومده استن جمع شده استن در بعضی که ما گفتیم
و ما البته همه اون را یک بار پیشنهاد شما نمیکنیم، به خاطری که هر یک نواری که میشوه هر روز ما دو تایی میپرتیم، برادرها جا تیار میکنن، کمانده پروگرامیستو تیار میکنن و هر روز همین خیلی تصمیم گرفتیم که دو تا نوار را به شما پیشکش کنیم، شما دیده میگیرین و بغل از این روزا هم این کار من نمیشه، یعنی که ادامه دادن بگیریم و تا آخر تا رفرندوم هم که میشوه باید که چیه ما رفرندوم خمون ایدین روز سر کرده بودیم، از روز 23 سر کرده بودیم و تا روزی که رفرندوم که رژیم امروزه کردنی میخواد که مقصد دولت ما را این سیستم امروزه به غلامداری خیلی که به غلامداری تبدیلش دادگیه و باز میخواد که در آینده سلوله چه تشکیل کنه و مردم ما را زیر تصرف خودش بگیره. البته باید ما مقاومت کنیم و حرکت کنیم. شما هر کدام میتونین که بازم سخنهای خودتون بکنیم به طریق نوار صدای رسم بکنیم و پیشنهاد کنیم در همون بازی که بود و ما هر روز برادرای پروگرامیستا تیار میکنن روان میکنن و شما هم شاهدی حال اگر امروز دیدگی باشه نواری که از دولت استرالیا بود بازم باعث افتخار ای برادر ما خرسانجان نفتمی هم مصیبت داشت که پدرشون وفات کرده بودن که شما دیدین که در همون روز با رفت ای مبارزه دست نکشید در قطار برادرها همونجا بود، همون برادری که با رسم رحمان فهمیگیره میدارونه در رز نوار تا آخری چی داشت حضور داشت تا آخری تظاهرات و یک نفر دیگر هم میدونه که در طرف گروه خودش تنها یک نفر پیکت کرد بذارون رسمش اگر شما دیدین. خلاص بازم تکرار میکنم که شما امروز برادرای مبارزه که دارین فرزندای وطن که هستن شما اینا را استفاده ببرین برای آزادی برای آینده نسل نو اینا را استفاده ببرین و هر خطاگی که میبینین اصلاح کنین در بر اینا باشین. اگر نفرایی که سهم خودتون گذراندنی نیستن حداقل دوره فراموش نکنین. وقتی زیادتون نمیگیرم برادر حسین شما مرحمت صحبت دوام تیم با مردم با ما در یک لینیه دیگه کمتر مصروف بدیم، سخنان شما را پرالل نگوش میکردیم. خب دیدیم که سخن شما قطع شد، به خاطر در اومدیم یک 5 دقیقه صحبت کردیم. تشکر به همه نفرایی که سهم گذاردن دعوا بودن و نفرایی که امروز هم دارن حرکت میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.